خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران. درود به شما ایرانیان پراکنده در پهن‌دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، آدمکشان، قوادان، قاچاقچیان، بی پدر و مادران، بی ناموسان، عمامه‌داران، بی عمامگان، ریشداران و بی ریشان و دزدان و دزدان و دزدان. عده‌ای در ایران حکومت درست کردن به نام حکومت دینی که این حکومت دینی پایه‌هاش استوار بر دزدیه. این دین که اینها مدعی نمایندگیش هستند 1400 سال پیش از طرف الله به محمد ابن عبدالله ابلاغ شد و امروز بازماندگان و وارثان محمد ابن عبدالله در کشور ایران حکومت دینی درست کردند که به نام الله مشغول غارت و چپاول و دزدی باشند. چون الله گفت برو بدزد، برو غارت کن، برو مال مردم رو بخور، به زن بچهش تجاوز کن، 20% واسه من بفرست بالا. اینا با الله یه قرار دیگه دارن. 20% الله هم میفرستن فلسطین، شاید هم 50%. برای این کار رهبر باید دزد باشه، اکبر باید دزد باشه. 3 طویله‌ای که در کشور ایران به نام طویله‌های خبرگان و تشخیص و شورا هست، بایستی همشون دزد باشن. عمامه در عمامه دزد، ریش در ریش دزد. قوه هاشون که اسم فقط اسمی هستن باید دزد باشن. مقننه، قضاییه و مجریه. کلام که سرش میذاره اونم مثل همون پاسدارای دزده، هیچ فرق نمیکنه، دزدن. اینها برای اینکه این دزدیشون رو در این حکومت دینی ادامه بدن، سردارش دزده، رئیس جمهورش دزده، هیئت دولتش دزده، قاضیش دزده، همه دزدند. و برای اینکه دزدی رو بتونن شرعی کنن بایستی اسلام نو محمدی رو پابرجا نگه دارند. و وقتی اسلام پابرجا بود اینا اجازه دزدی دارن، اجازهشون هم الله داده. هرچی هم از اون الله کم دارن یه الله زیر زمین دارن. اون 7 طبقه بالای آسمونه، این 7 طبقه زیر زمینه. تو چاها میچرخه. اینا هم صبح به صبح میرن تو چاه میخورن، میان بالا میگن با امام زمان بودیم. درود به شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. من این رو زدم، من باز فکر کردم که بلنگو نزدم. دیگه داریم پیر میشیم یواش یواش. امروز روز جمعه است. این برنامه روز یکشنبه ساعت 7 تا 8 بعد از ظهر از تلویزیون کانال 1 دوباره پخش میشه. سیستم پخش برنامه من هفته 5 روز از دوشنبه تا جمعه ساعتهای 7 صبح به وقت لس آنجلس، بقیهش خودتون حساب بکنید.
روزهای شنبه و یک شنبه 2 تا از این برنامه‌ها بازپخش داره. یکی روز شنبه، یکی روز یک شنبه ساعت 7 تا 8 بعد از ظهر. بازپخش برنامه من ساعت 2:30 یا 2 بعد از نصف شب. خودم هیچ وقت بیدار نبودم ببینم چیه. اینه که شما هم حتما هر جا باشید خوابید. امروز معمولا روز فروش کتاب، فروش فربهره، فروش دستبند فربهره، فروش شیر خورشید سنجاسینه است که از این راه ما برنامه‌مون رو پر میکنیم و سعی میکنیم قسمتی از مخارجی که آقای همایون برای این ساعتهای من داره میکنه بپردازم. اگه همش بخوام بپردازم خیلی زیاد میشه. 2 مسئله رو واجب دونستم که قبل از این که برم سراغ کارم برای شما بگم. یه مسئلهش که اصلا مسئله روز امروز، مسئله این جنگی است که در خاورمیانه بین اسرائیل و غزه و فکر میکنم نزدیک 400 خورده‌ای کشته شده و بیش از 2200 نفر تا حالا مجروح شده. علت این که من خودم رو قاطی این حرفا نمی کنم و شماهای اصرار دارید که من راجع به این مسائل مطلب بگم، من اصولاً با هر آدم کشی مخالفم. فرق نمیکنه. هر نوع آدم، انسان حق نداره یه انسان دیگر رو بکشه. اگه الله گفته بیجا کرده، اگه هر کدوم پیغمبراش هم گفتن بیجا کردن. هیچ وقت یه انسانی حق نداره یه انسان دیگر رو بکشه. این اعتقاد منه. اما کاری که امروز داره انجام میشه، سیاستی که داره انجام میشه، ما میبینیم که همه دنیا یه حرفایی میزنن راجع به این جنگ. سازمان ملل هم یه کارایی میکنه، اما کسی جلوی جنگو نمیگیره. کسی جدی دربارش صحبت نمیکنه. پیدایش این جنگ اینجوری که ما شنیدیم، چون آخرین خبری که روز پنجشنبه روز اول سال بود از CNN شنیدم، گفت ظرف 24 ساعت گذشته نمیدونم 42 تا یا 62 تا راکت از غزه به طرف کشور اسرائیل پرتاب شده. کشور اسرائیل مدعیه که حماس مرتب موشک پرانی میکنه، راکت میفرسته توی مراکز مسکونی اسرائیل و آدما رو میکشه. اینها رو جمع کرده و الان برگردونده و داره اونجا رو بمباران میکنه. اینا چیزایی است که هم من شنیدم، هم شما شنیدید، هم جاهایی که راجبش حرف میزنن یه عده میگن تقصیر اینه، یه عده میگن تقصیر اونه، همشون هم میان میگن ما محکوم میکنیم. از هیچ کدوم اینا شما نشنیدید که حماس از کجا موشک میاره. این راکت ها رو کی به حماس میده؟ نه کشورهای عربی راجع به این حرف میزنن، نه کشور ایران راجع به این حرف میزنه، نه امریکا حرف میزنه، نه انگلیس حرف میزنه، نه فرانسه حرف میزنه. هیچکی نمیگه این راکت ها از کجا میان. یادتونه وقتی هر اتفاقی میافتاد میگفتم من پولش از کجا میاد؟ یادتونه تو پارس که بودم میگفتم که
اومدن پول بدن ساعت منو بخرن، شماها باور نمی کردین. الانم کسی سوال نمیکنه پولش از کجا اومده. این مسئله خیلی مهمه. یعنی شما اگر به ریشه کار برید اون وقت به یه جاهای دیگه میرسید. این پولش از کجا اومده همون حرفیست که من الان میزنم. این راکت ها از کجا اومده؟ این راکت ها رو کدوم کشور به حماس فروخته؟ حماس از کجا پول آورده راکت خریده؟ اینا رو کسی حرف نمیزنه. میدونین چرا؟ صلاحشون نیست. برای اینکه بازم باید این ماجرا ادامه داشته باشه. اونا بفروشن به جمهوری آخوندی، تو حکومت دینی یواشکی بفرسته به حماس. از مثلا 100 تا موشکی که میفرسته 50 تاش گیر بیفته، 50 تاش برسه دست اونا. چون اون کسی که داره پول میبره داره پول میبره. چند نفر تو اسرائیل کشته شدن یا چند نفر توی غزه کشته شدن کسی مربوط نیست. ببینید، بشینید کلاه خودتون رو قاضی کنید. در عرض این مدت آیا شما از کسی شنیدید حماس این راکت ها رو از کجا میاره؟ حماس که خودش اونجا کارخونه راکت سازی نداره که. خب راجع به کجای این سیاست من بیام حرف بزنم؟ اگه قصدتون اینه من این حرفا رو بزنم خودم رو گیر یک کسای دیگه بنزم غیر حکومت دینی، نمی کنم. شما همیشه هر اتفاقی میفته حساب کنید پولش تو جیب کی میره. همون که اونجا بهتون گفتم پول از کجا میاره. 30 تا تلویزیون تو این دنیا، تو این آمریکا، فقط ساعت منو خریدن. این چه معنی میده؟ من اینقدر مهمم؟ خودم نمیدونستم اینقدر مهمم. یا اونایی که معامله کردن سر این کار نمیدونستن چی کار میکنن. عزیزان، همه حرفا گفتنی نیست. من قراره یه برنامه پخش کنم، تا اونجا که زورم برسه این کار رو میکنم. وقتی هم نتونستم دیگه. خودم کنار نمیشینم، ولی اگه کنار نشوندنم، اگه همه رو خریدن، وقت من دیگه کاری نمیتونم. من که نمیتونم برم برای خودم تلویزیون درست کنم که حرفامو بزنم که. بعدم من بنز کافی گفتم احتیاجی نیست، واقعا دیگه احتیاجی نیست. مطلب دومی که من چونم که گرم شه چیز میکنم، زیاد حرف میزنم. و وقت به کتاب فروشی نمیرسم، بعد برشکست میشه. خوبی کار اینه من با شماها رو درواسی ندارم. من راحت زندگیم اینجوریه، پیچ و خم توش نداره. همه چیزم هم همه میدونن. این شعری هست در فارسی میگه ببری مال مسلمانو، چون مالت ببرند بانگ و فریاد براری که مسلمانی نیست. آقایی که همتون ممکنه بشناسینش، دکتر محمد ملکی. این آدم شخصی بود که انقلاب فرهنگی رو درست کرد. دانشگاه و این و سروش لعنتی پشت رو کردند، یعنی علم رو از دانشگاه بیرون کردند. نوکر خمینی شد، با سروش دست به یکی کردند و علم رو اولین رئیس دانشگاه خمینی بود.
امامه نداره، ولی با دست اینا اونجا رو داغون کردن. اینا هم به خود اسرائیل ما استادیم، ما روشن فکریم. حالا فریادش در اومده، چون بانگ و فریاد داره برمیاره که مسلمانی نیست. نامه سرگشادی نخستین رئیس دانشگاه تهران در جمهوری اسلامی. محمد ملکی اولین رئیس دانشگاه تهران در جمهوری اسلامی نامه سرگشاده خطاب به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نوشت. او در این نامه از جمله نوشت: بالاخره باید به این سوال پاسخ داده شود که نظام ما یک نظام اسلامی هست یا نیست. اگر نیست اعلام کنید تا بیش از این مردم همه نابسامانی ها را به حساب اسلام نگذارند و فوج از دین خدا خارج نگردند. دلشورش اینه که مردم از دین خدا خارج نگردند. اگر هست پاسخ دهید در برابر این همه فقر. خوب میدانید اقتصاددانهای رژیم میگویند کسانی که درآمد آنها از 600,000 تومان کمتر است زیر خط فقر قرار دارند. رفته سراغ فقر، به علم کاری نداره، چون دینی، آدم دینی با علم کاری نداره. مثل بازرگان گجستک که تزشو بر مبنای انگل زاویه لوله آفتابه با ما تحتش نوشته بود. از خودم که یک استاد بازنشسته دانشگاه هستم میگویم که بیش از 50 سال تدریس و تحقیق طبق آخرین فیش حقوق دریافتیم کمتر از 400,000 تومان است. دردش اینجاست. راجع به علم کاری نداره، راجع به اینکه علم از دانشگاه رفته بیرون خط خون گرفته. این هم شاید بهش دستور دادن بگه. حال ببینید دریافتی کارمندان، معلمان، کارگران و دیگر اقشار شاغل بازنشسته چه مقدار است و آنها باید چگونه زندگی کنند. فساد بی حد، اعتیاد، خرافات، تنفروشی دختران، خیابانگردی بچه‌ها، کارتون خوابی، چپاول، دزدی، رشوه‌خواری، ثروت‌های کلان بادآورده، اختلاف وحشتناک طبقاتی که آمار آنها از سوی مقامات حکومتی منتشر می‌گردد، چه کسی مسئول است؟ این آقای رئیس دانشگاه و استاد دانشگاه راجع به علم چیزی نگفته. راجع به دکترایی که مردم رو دارن میکشن، حکومت دینی به خاطر اینکه تو جبهه جنگیده بهش دکترا داده هیچی نگفته. فقط اسلام و مسلمانی و کسی از دین بیرون نره و به مردم نون بدیم بخورن که بیان نماز جمعه. چرا دولت‌های مورد حمایت شما به جای شعارهای توخالی و مردم فریب و نخنما شده حقایق را نمیگویند؟ چه شد آن آزادی و برابری و عزت و نیکفرجامی که قرار بود نظام اسلامی منادی آن باشد؟ از خودت بپرس آقای محمد ملکی. اون وقتی که انقلاب فرهنگی به وجود آوردی، اگر فرهنگ نباشه ملت تو سریخور و بدبخت و فقیر و معتاد میشن. آقای استاد دانشگاه، اگر تو نمیفهمی کی باید بفهمه؟ کجاست آن دانشگاه های اسلامی که میخواستید الگویی باشد برای دانشگاه های مبارک اسلامی؟ همونیست که تو ساختی. ببری بال مسلمان و چون مالت ببرند، بانگ و فریاد براری که مسلمانی نیست. جای بازرگان گرفتی. چرا این همه دشمنی با دانشجویان و دانشگاهیان؟ پس آن همه ستم و کشتار دانشجویان و استادان در دهه 60 چگونه است که هنوز بسیاری زندانی های سیاسی عقیدتی را دانشجویان تشکیل میدهند؟ اصولا دانشگاه را برای چه میخواهید؟ این سوال از خودت هم بکن. راجع به آقای فروهر یا به قول شما شادروان فروهر هم همینو گفتم.
روزی که وزیر کار خمینی بود، وقتی بهش گفتن برو، نرفت تا با پاسدار بیرونش کردن. اینها روشنفکران ما بودند و هستند. روزی که گفتم روشنفکر ما قد گاو نمیفهمید، به من اعتراض شد. آقا رئیس دانشگاهه. وقتی می شود با نیایش باران از آسمان نازل کرد، وقتی می توان با صلوات مشکلات را حل کرد. کتاب صلوات کلید حل مشکلات تالیف علی خمسه‌ای قزوینی معروف به حکیم هندی، چاپ 82 اخیراً به بازار آمده است. آقای ملکی، انقلاب فرهنگی رو تو شروع کردی، خجالت بکشید، خفقان بگیرید. حداقل هنوزم میترسید؟ نه، هنوزم مزدورید. وقتی رئیس جمهور مملکت میگوید یک خواهر و برادر جوان در آشپزخانه منزلشان با کماشدان و کفگیر و ملاقه انرژی اتمی تولید شده اند، دیگر دانش و دانشگاه را برای چه میخواهید؟ برگرد به 28 سال پیش، ببین تو انقلاب فرهنگی چه غلطهایی کردی. تو دنبال روی کسی بودی که میگفت بذارید برن این دکترا، از فیضیه دکتر در میارم. دکتر ایشالله ماشالله. آقای سید علی خامنه‌ای، نمیدانم آنچه در کشور ما میگذرد چگونه و تا چه اندازه به اطلاع شما میرسد، اما میدانم وضع بسیار بدتر از آن است که شما گاه گاه در فرمایشات خود به آنها اشاره میکنید. احتمالاً افراد بیت و دوستان و نزدیکان به شما میگویند که اکثریت قریب به اتفاق مردم طرفدار رژیم هستند. گول این حرفها و تظاهراتی را که صاحبان زر و زور و تزویر به راه میاندازند نخورید. آقای ملکی، قصه آقای خامنه ای رو نمیخواد بخوری. خامنه ای جرأت نداره پاشو بدون محاصره مستهزئین جایی بذاره. هر جا میخواد بره از 3 روز اونجا جلو میرن که خودش میدونه چه جانوریه و خودش میدونه چند نفر اینو میخوان با انبر بگیرن. تو قصهشو نخور آقای ملکی. بیایید برای نجات کشور و ثبت در تاریخ با استفاده از اختیاراتی که قانون اساسی طبق بند 3 از اصل 110 به شما داده، فرمان یک همه پرسی در مورد نظام ولایی را با تمام شرایط انتخابات آزاد و شفاف صادر فرمایید. یعنی در درون جمهوری اسلامی بیایید رفراندوم کنید تا هر کس شناسنامه ایرانی دارد بتواند در آن شرکت کند و حکومت دلخواه خود را بار دیگر پس از گذشت 30 سال همان گونه که در 12 اردیبهشت سال 58، بله عیناً همان گونه 4 تا پاسدار بذارین اونجا، هر کی نفس کشید خفش کنه. انتخاب نماید تا معلوم شود چند درصد مردم طرفدار نظام هستند. برای اینکه دشمنان ملک و ملت حرف و حدیث نسازند، از سازمان‌های بین‌المللی و حقوق بشری دعوت کنید بر آن نظارت کنند. حتما هم اون سازمان‌ها در انگلیس باید باشند، جایی که نباید باشند، چون اونا ناظرین خیلی خوبی هستند. 2 راه داره، 2 حالت داره. به قول اسپانیا 2 حالت دارید. یا اینکه بهش گفتن اینو بنویس، پایه یه رفراندومو راه بنداز، همون رفراندومی که رفسنجانی 4-5 سال پیش میخواست راه بندازه. یا اینکه میگه 400,000 تومان کم همه بیشتر بهم بدین. زیاد حرف زدم، برم سراغ کتابا. من 2 تا کتاب زیاد تبلیغ میکنم. یکی تولدی دیگر شجاع الدین شفاست
که دوستانم واقعا، یعنی 2 تا کتاب من پرفروشترین کتابای من قرآن و تولدی دیگر، انصافا همه این 2 تا رو خیلی خوب میخونم. این کتاب نگاهی نو به اسلام کتاب قطوریه، کتاب پرورقیه، حدود 550 صفحه است. تو این کتاب آقای دکتر مسعود انصاری اون کارهایی رو که فرض کنید آقای کسروی کرده نکرده، به قول ما بچه پایین شهریا قاپشو شق انداخته، راحت حرفشو زده. حساب اینم نکرده، گفته میکشن بکشن، هر کاری میکنن بکنن. فصلهای زیادی داره این قرآن. من بخش اول از فصل دوم رو یه مقداری براتون میخونم، بعد 2 تا پاراگراف دیگه هست راجع به 2 مسئله، کوتاه براتون میخونم چون وقت ندارم من همه کتاب براتون بخونم. ساختار قرآن. نام قرآن از واژه عربی فعل قرعه گرفته شده است. قرآن از نگر حجم، یعنی کلفتی قرآن، چیزایی که توشه، کم و بیش با عهد عتیق برابر می باشد، یعنی همسنگ توراته از نظر وزن و ورق. قرآن یا قانون اساسی اسلام دارای 114 فصل است که هر فصل را سوره می نامند. سوره یک واژه عبری است که معنی ردیفی از سنگ‌های دیوار را می‌دهد و بنابراین در همانندسازی در قرآن مفهوم ردیفی از نوشتارهای قرآن را دارد. محمد ادعا می‌کرد که 88 سوره قرآن زمانی که او در مکه اقامت داشته و 26 سوره آن پس از فرار او از مکه به مدینه به او وحی شده است. سوره های مکی دارای آهنگ ملایم و انسانی یک اندرزگوی شکیبا و واعظ نیکسیرت است که در 13 سالی که او در مکه سکونت داشت نوشته شده و سوره های مدنی در 10 سالی که او پس از فرار مکه در مدینه به فرمان روایی رسید نگارش یافته است. سوره های مدنی برخلاف سوره های مکی سخن از کشتار بیرحمانه، گردن زدن و بریدن اعضای بدن کافران، این آیه 61 از سوره 33 و ملعونین میراند. نکته جالب آنجاست که بسیاری از سوره های انسانگرانه مکی بعدها به وسیله سوره های نرمش ناپذیر و خونریز مدنی نسخ شده است. برای مثال گفته شده که آیه 5 مشهور سوره توبه میگوید بت پرست ها را هر کجا یافتید بکشید. شماره 124 آیه را که فرمان تحمل، نرمش و بردباری میدهد نسخ کرده است، یعنی سوره 5 ناسخ آیه 5 سوره توبه ناسخ آیه 124 همون سوره است. یکیش تو مکه اومده یکیش تو مدینه. گفتم خورده براتون میخونم. در ادامه میگه محمد نویسنده قرآن از اینجاست که سروش و اکبر گنجی هم اومدن گفتن که قرآن نوشته محمد، اللهی در کار نبوده.
محمد نویسنده قرآن با نخوت و غروری نابجا به کرات این کتاب را کلمات الله شناختگری کرده است. آن را ستایش می کند و با تأکید و کاربرد عبارات گوناگون مزایای آن را یکی یکی برش می شمارد. او می گوید این کتاب شکوهمندی است. آیه 87 سوره 15 که بر روی لوحی محفوظ. آیه 22 سوره 85 در مخزن کتب آسمانی، باز دوباره 4:34 نقش بسته است. او می‌افزاید این مطالب این کتاب به هیچ وجه تقلید پذیر نیست. خیلی آیه هاست اینجا. اگر این کتاب رو بگیرید بخونید، با قرآن هماهنگش بکنید، اون وقت میبینید که چه اتفاقاتی خواهد افتاد. و قسمت آخر که آقایون به من دیروز ایراد گرفتند که گفتم الله در برآوردن نیازهای جنسی حضرت رسول خیلی عجولانه کار میکرده، در صفحه 83 تلاش‌های سعیانه قرآن برای برآوردن نیازهای جنسی محمد، شماره 20 آیه از 73 آیه سوره احزاب قرآن به زنان محمد و چگونگی مشروع نشان دادن ازدواج‌های او با زنان گوناگون و رفتار او با زنان حرمسرایش ویژگی داده شده است. این آیه ها ازدواج او را با همسر طلاق داده شده پسرخوانده اش مشروع برمی شمارند. طبقات گوناگون زنانی را که او می تواند با آنها ازدواج کند یکی یکی برمی شمارند. به همسران محمد تکلیف می کنند که باید از او فرمانبرداری کنند و خود را با چادر بپوشانند و همچنین به مسلمانان دستور اکید می دهد که پس از مرگ محمد نباید با همسران او ازدواج کنند. آیه های دیگر این سوره به پیروان محمد چگونگی رفتار در برابر پیامبر الله را آموزش می دهد و ورود آنها را به خانه او بدون اجازه اش منع می کند. آیه 56 از سوره احزاب هشدار می‌دهد هر کس محمد را رنجانیده و یا با او به شایستگی رفتار نکند به عذاب ابدی محکوم خواهد شد. این قرآن و الله مواظبت می‌کردن. این کتاب اسمش هست، باز فردا نگین اون کتابی که میخوندی اون کتابی که نمیخوندی، اقلا بگین رنگش آبیه. تلفن میکنید 3 روز 4 روز دیگه یه کتابی میخوندی، من همین کتابا رو میخونم. نگاهی نو به اسلام، رنگ کتاب آبیه. یکی از کتاب هایی که هم تاریخیه هم مذهبیه و مقایسه دو فردی که در تاریخ جای پاشون هست و کسی نمیتونه منکرشون بشه. شما در تاریخ جای پای موسی رو پیدا نمیکنی، جای پای عیسی رو هم پیدا نمیکنی. در تاریخ، نگفتم در دین در دین هستن، در تاریخ نیستن. اگه همچی تاریخی دارید که تاریخه، نه تورات نه انجیل، اونو تاریخو برای من بفرستید، من اونو براتون میخونم اینجا. اگرم ندارید خواهش کنم مزاحم من نشید. بخش اول شرح زندگی کوروش بزرگ و محمد ابن عبدالله. شرح زندگی کوروش، تولد کوروش، جوانی کوروش، شرح زندگی محمد ابن عبدالله، تولد محمد ابن عبدالله، جوانی محمد ابن عبدالله. بخش دوم رفتار کوروش بزرگ و محمد ابن عبدالله با یهودیان.
رفتار کوروش بزرگ با یهودیان، پیشینه تاریخی بابل، تسخیر بابل به وسیله کوروش، آزادی یهودیان به وسیله کوروش و فرمان برگشت آنها به اورشلیم. فصل 4 رفتار محمد ابن عبدالله با یهودیان، قلع و قمع یهودیان به وسیله محمد، تبعید طایفه یهودی بنی قینقاع، تصرف به اموال و دارایی‌های آنها، قتل کعب ابن الاشرف، اخراج طایفه یهودی بنی النضیر از مدینه و تصرف اموال و اراضی آنها، اسارت طایفه یهودی بنی مصطلق و تصاحب اموال و اراضی آنها، جنگ خندق و قتل عام مردان طایفه یهودی بنی قریظه و اسارت زنان و فرزندان آنها، اخراج یهودیان ساکن خیبر و تصرف اموال و دارایی آنها از خیبر. بخش 3 زن در زندگی کوروش بزرگ و محمد ابن عبدالله. رفتار کوروش با زنان، تسخیر ارمنستان و رفتار کوروش با دختر پادشاه ارمنستان و زنان و خانواده او. رفتار کوروش با دختری که به وسیله پدرش گبریاس به او هدیه شد. حماسه پانتئا، زیباترین زن آسیا و رفتار جوانمردانه کوروش با او. فصل 6 رفتار محمد ابن عبدالله با زنان. جویره، زنی که محمد را اسیر زیبایی خود و طایفه اش را آزاد کرد. ریحانه، زن زیبایی که شب روز قتل همسرش به عنوان برده محمد به همسرای او رفت و دقمرگ شد. ازدواج محمد با الصفیه، زنی که همسرش زیر شکنجه محمد جان سپرد. عشق محمد به همسر پسرخوانده‌اش زینب و ازدواج با او. فصل 7 کوروش، همسر کوروش. ازدواج‌های محمد. فصل 8 ازدواج‌های محمد و زنان او. احکام قرآن درباره زنان محمد، زنان عقدی و رسمی محمد، صیغه‌های محمد، سایر زنان محمد. اگر کامل اینو بخواین، همسران همسران کنیزان و موهوبات محمد، نوشته مهدی شمشیری، کاملا راجع به این مسائل توضیح داده. در بخش 4 در گذشت کوروش بعد رحلت محمد ابن عبدالله، بعد نظر تاریخ نویسان و نویسندگان خارجی درباره کوروش. گزنفون، تورات، گیرشمن، کنت دو گوبینو، دیودورس سیسولوس، هرودوت، افلاطون، فلایگل، پرسی ساکس، جورج راولینسون، ادوارد میر، ویل دورانت و درباره شخصیت محمد ابن عبدالله، پرهیزکاری محمد، عادات محمد در خوردن و آشامیدن، عادات محمد در مسافرت، عادات محمد در همخوابگی، عادات محمد در نظافت شخصی، عادات محمد در پیشگویی، عادات محمد در سلام و تعارف، عادات محمد در عطسه کردن و خمیازه کشیدن، روش محمد درباره تعبیر رویا، تجویز و دربانهای پزشکی محمد، درمان بدچشمی، عادات محمد. اینا دیگه بعد کسانی که درباره حضرت محمد نوشتند: مونتگومری وات، دانته، سیل، دوبولن ویلیرز، ساواری، ولتر، دیدرو، توماس کارلایل، تور آندره، گوستاو ویل، الویز سپرینگر، ویلیام مویر، مارگولیوت، تئودور نورتکه، جان آرچر، ماکسیم. به هر صورت حالا من بخوام بخونم وقتتون رو میگیرم. این کتاب کوروش بزرگ و محمد ابن عبدالله. اگر اینو خواستین اوردر بذاری بگون این کتابی که دورنگه نشونی میدم که باز دوباره گیج نشیم با هم دیگه. آقای مسعود انصاری 11 کتاب نوشته، یعنی 11 چون من انتخاب کردم برای شما.
11 تا کتابی که براتون انتخاب کردم اسماشو براتون میخونم. شما میتونید، کسانی که از من لیست کتاب میخوان، rezafazeli.com لیست کتاب اونجا هست. روی قسمت کتاب کلیک میکنید، عکس کتاب ها میاد، یک کلیک دیگه میکنید، لیست کتاب ها میاد. راه خرید کردنش هم همونجا روی rezafazeli.com نوشته. تا 25 روز قبل برنامه رو با کیفیت تلویزیون شما میتونید ببینید. rezafazeli.com. اگر هم اشکالی داشتید تلفن من روی پرده هست، میتونید بعد به من زنگ بزنید. این کتاب زن در دام ادیان ابراهیمی، آخرین کتاب آقای دکتر مسعود انصاریه. کتاب‌هایی که من انتخاب کردم از روی فهرست خودشون میخونم. بازشناسی قرآن، کورش بزرگ و محمد ابن عبدالله که الان گفتم، شیعه گری و امام زمان، روز قیامت در اسلام، الله اکبر، نگاهی نو به اسلام، کشتار 67، پول خون، اسلام و مسلمانی، قرآن و حدیث در تصویر به صورت کارتونه. فکر میکنم همه کتابا همینایی بود که براتون خوندم. به هر صورت 11 کتاب، لیستش هم در همون چیزی که گفتم. یک کتابی دیگه داره ایشون، کسانی که احتیاج دارن کتاب رو به انگلیسی بخونن، هست Psychology of Muhammad، ترجمه نگاهی نو به اسلام به انگلیسیه. اگر خواستید اون رو استفاده کنید. ساعت من خیلی سریع داره میگذره، باید تلگرافی براتون بگم. از آقای مهدی شمشیری کتاب ناگفته ها درباره خمینی خیلی داره خوب استقبال میشه. من چیزها رو هم براتون میگم، یعنی اونایی که آقای شمشیری کتاب‌های زیادی دست من داره، من میتونم بهتون معرفی کنم. 5 تا کتاب راجع به مصدق، یک کتاب راهن سرتاسری ایران و مصدق هست که یکی از این 5 تا کتاب. 2 تا کتاب هستش، شرح احوال و زندگانی محمد نوشته شمیم و رشدیه، یه همچی اسمیه. یک کتاب دیگه هست به نام که آقای مشیری نامی نوشته، مشهدی مشیری، به نام افسانه قدیر خم. قشنگ همه رو توضیح میده با اتکا به کتب اسلامی. کتاب 23 ساله که من هر دفعه براتون دارم میگم، کتاب 23 سال یکی از خوندنی ترین کتاب هاست. کتاب علی نماد شیعه گریه، داشتم این کتاب ها اینجا، کتاب 23 سال اینجاست، نوشته آقای علی دشتی. دیروز پریروزم بود این مقدمه آقای بهرام چوبینه رو براتون خوندم. کتاب 23 سال که به اشکال گوناگون در ایران و به ویژه در خارج از کشور چاپ و منتشر شده، یکی از جنجالی ترین آثار تحقیقی در ادبیات دینی 100 سال اخیر به شمار می رود. کتابی است که آقای آل دالفک درباره علی ابن ابی طالب نوشته، علی نماد شیعه گری. این کتاب رو بخونید. افسانه قدیر خم رو هم بخونید. یک کتابی هم هست در ایران پخش شده، اگر تونستید بگید از ایران براتون بفرستن، علی مرد نامتناهی. علت این که من اینو میگم، این صفات علی رو بی پرده نوشته. علی مرد نامتناهی صفات علی رو خوب نوشته. علی نمیدونم همونی که حلقه پادشاهی رو به گدا میده و
مردی که خداست و خلاصه همه اون حرفا تو عدی مردنامه، اونم بخونید اینم بخونید، خودتون قضاوت کنید. فکر نکنید هرچی من میگم درسته یا هرچی کتاب میگم درسته میگه درسته. خودتون ببینید با خردتون کدوم یکی نزدیکتره. این کتاب گاتا ها رو بخونید و ببینید زرتشت چی میگه، نه زرتشتی چی میگه، ببینید زرتشت چی میگه. کتاب گاتا ها، این شرح زندگانی محمد که گفتم خوشبختانه اینجا دارمش، شرح حال و زندگانی محمد، پژوهشی از شمیم الرشدیه با همکاری نادر کوشا. این کتاب بسیار تحقیقیه، بدون حب و بغض راجع به زندگی محمد از 300 سال قبل از تولد حضرت محمد نوشته. کتاب هایی که در چیز هستش، در اون پکیج مال آقای شفا به این صورت، این یه دونش رو آوردم چون جا نداریم دیگه اینجا. 7 کتاب، این 7 کتاب پکیجش $300 به اضافه خرج پست. در هر کجا که باشید خرج پست همونجا حساب میشه. از آقای مهدی شمشیری، افسانه سازی های الله درباره روح، اصحاب کهف و ذوالقرنین. این مربوط میشه به سوره کهف و آدم هایی که رفته بودن اونجا و کامل براتون تشریح میکنه که اون چی هست. همون یه تیکه، همین یه قسمت رو که بخونید. ببینید من همیشه اصرار دارم که قرآن رو بخونید، همیشه اصرار میکنم قرآن رو بخونید، بعد دنبال دلایل حرفای قرآن هم باشید. دنبال این نباشید که اگر ما بریم به دنبال قرآن دینمون از دست میدیم. حرف قشنگی نیست. انسان باید بره به دنبال اون چیزی که میخواد بهش اعتقاد پیدا بکنه. از یه دونه پیرهن که میخواین بخرین ارزشش بیشتر دینتون بیشتر نیست؟ شما برای یه دونه پیرهن 5 تا دکون میرید میگردید. دین چون بابای من مسلمون بوده من مسلمونم، چون بابای من ارمنی بوده من ارمنیم. غلطه. من باید برم ببینم چرا مسلمونم، من باید برم ببینم چرا من آشوریم، چرا اینو قبول میکنم چرا اونو قبول نمیکنم. آخوند هر دینی فقط با ولادت تو کار داره بیاد پول بگیره، با ازدواجت کار داره بیاد پول بگیره، با مردنت کار داره بیاد پول بگیره. در طول عمرتم مسلمونی باید بری مسجد پول بدی، یهودی هستی باید بری کنیسه پول بدی، مسیحی هستی باید بری کلیسا پول بدی. اینها جمع شده، این دین یه نوع دکونه، مثل یه کفاشی که صبح وا میکنه میگه امروز 8 کفش فروختم. آخوندم کارش همینه. شما بیاید یه روز حساب بکنید. 1000 سال کلیسا تو بهترین نقاط شهر و ده میره یه تیکه زمین و مجانی میگیره، هر وقتم دلش خواست میفروشه. وقتی به پول رسید میفروشه. کسی قدرت خریدشو داشته باشه میره پیشنهاد میکنه کلیسا رو میخره، برای اینکه مرکز تجاری اونجا. چند تا گرسنه رو کلیسا سیر کرده، چند تا گرسنه رو مسجد سیر کرده، چند تا گرسنه رو حالا یهودیا خیلی به هم میرسن، گویی که داخل هم دیگه سر همون کلا میذارن ولی بیرون یه مرتبه اتفاقی بیفته میرسن به هم دیگه. بهائی‌ها خیلی به هم میرسن، دین جدیده از نظر مادی، ولی کوچکترین اشتباهی بکنه کاری میکنن زن و بچه و همه کسیش بهش حروم باشه.
این قوانین ظالمانه است، اینا زوره. من کاری به دین و مذهب ندارم، من کاری به این دارم که انسان به دنیا آمده آزاد باید زندگی کنه، خودش حق داره هر کاری بکنه. ما هم حرف میزنم یادم میره، کمیته 300 این یک کتاب پرفروش داره میشه، بخونید. دوستانی که خوندن تعریف کردن، گفتن ما حالا میفهمیم تو حرفاتو از کجا میزنی. گفته نشده ها درباره خمینی، مهدی شمشیری، آخرین کتاب هوشنگ معینزاده ظهور، حکایت من و امام زمان، داستانها و قصص قرآن به کوشش رضا فاضلی، از دوست عزیزم همامی رفشار آلاله، مجموعه شعر با کاستی که خود شاعر شعراشو خونده، از آقای امیر نجات اسلام دیانتی که از نو باید شناخت، از آقای محپور شمسا نویافته هایی درباره مصدق، رضا شاه کبیر سفرنامه خوزستان، کتابی که از خود رضا شاه باقی مونده، زندگی نامه محمد مصدق از مهدی شمشیری، بیچاره اسفندیار سعیدی سیرجانی، تازیان و ریشه های کشتار و ویرانگری، دکتر حسن رهنوردی، از آقای دکتر ملیک حسپیان که دیروز هم زنگ زده با ما تبریک سال نو رو گفته. این کتاب تاریخ ایران و ارمنستان، کتابیش خوندنی و یاد گرفتنی. برای زرتشتیان بر ما چه گذشت و زرتشت چه میگوید، 2 تا کتابه، یکیش نوشته جمشید پیشدادی، یکی نوشته هومر آبرامیان. خاندان امام خمینی از مهدی شمشیری، قرارداد بسیار زیان بخش آرمیتاژ اسمیت از شروع تا اجرا و بلای سلمان رشدی و آیات شیطانی. خاندان مستوفیان آشتیانی از بالاترین نیاد تا محمد مصدق به اضافه فروهر یعنی فروهر طلایی و نقره‌ای و سنجاق سینه شیر و خورشید و دستمند نقره فروهر، 4 تا فروهر بهش آویزونه. دیگه وقت ندارم اینا رو نشون بدم، به خوبی خودتون ببخشید. این واقعا مفته، حراجه، نمیدونم هر چی دلتون میخواد بگین. این بابا تاشو جمع کرده، 20 دیگه هم بیشتر نمونده. خاک ناسپاس 10 تا ویدیو توشه. این 10 تا ویدیو رو سعی میکنم براتون بخونم. میراثداران کوروش، شعله‌های پارس از قاجار تا خمینی، باد صبا، 2 پادشاه، 1 سرنوشت، تاجگذاری محمد رضا شاه، زندگی شهبانو فرح، انقلاب سفید شاه و مردم، جشن‌های 2500 ساله، مراسم ازدواج شاه و فرح. حدود 15 ساعت ویدیو، $50 به اضافه مخارج پستش. این برنامه روز یکشنبه تکرار میشه ساعت 7 تا 8 بعد از ظهر از همین تلویزیون. رضافاضلی.com برید، اطلاعات بیشتری بهتون میده. تا دوشنبه صبح خیرت نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.